این یه میکاپ روزانه است که تو باهاش میتونی بری سر کار، میتونی بری دانشگاه، میتونی بری هر جایی که دوست داری و هر روز انجامش بدی و بدون کرم پود. بریم با هم یادش بگیریم. خب برای شروع من همیشه از خط چش شروع میکنم. برای یه میکاپ روزانه اصلا من بیس سایه نمیزنم، رو همین بیس سایه‌ای که الان دارم که هیچی نداره خط چش میکشم که معمولا هم خط چشم یا خط چشای موییه یا این آکوا که بچه‌هایی که ولاگو دیدن میدونن که داشتمش تازه کشفش کردم. و کافیه یکم قلم خیس باشه و بزنید داخلش. قلم من خوش شد تا بیام حرف بزنم. بدون اینکه هیچ بیس سایه‌ای داشته باشم. حالا شما اگر پشت چشمتون تیرگی دارین یا کلا دوست دارین سایه بزنین برای میکاپ روزانه‌تون، خب اون فرق میکنه. ولی این میکاپ روزانه منه. از گوشه چشمم به سمت بیرون یه دونه خط میندازم این شکلی. و آینم خیلی کوچیکه. بعد همین جوری که سرم بالاه از این انتهای خط چشم وصل میکنم به وسط های چشمم. بعد توشو پر میکنم اینجوری. میکاپ روزانه من الان مرحله چشم تموم شد تقریبا. تا بریم سراغ ریمل و مداد چشم که آخر سر. قبل از اینکه بخوام برم سراغ پوستم و که کاری بکنم، من مرطوب کننده و ضد آفتاب که میزنم به کنار، برای میکاپ روزانه اصلا از کرم پود استفاده نمیکنم و فقط کانسیلر میزنم. زیر کانسیلر ها رو چی میزنم؟ میام کالر کورکتر میزنم که معمولا همه از رنگ نارنجی این استفاده میکنن برای جای تیرگی. من ترجیحم بلوییه چون که احساس میکنم کاور بیشتری داره. واسین یه آینه بردارم. این چند وقته من انقدر که نخوابیدم و شبا بیدار بودم زیر چشمم خیلی گود افتاده. حالا من فقط برای زیر چشمم استفاده میکنم. شما اگر دور لبتون، زیر چونتون و اینا هم تیرگی دارین میتونید روی اون بزنید، بعد روش کانسیلر بزنید. اینجوری یه کمی میزنم زیر چشمم. اسفنجتون هم حتما خیس کنید. من که حال ندارم تا آشپزخونه الان برم که بخوام اینو خیس کنم. اینجا هم انقدر این اتاق گرمه. تا چند وقتی اتاق آروکو رو ما باید قرض بگیریم ازش واسه ویدیوها تا من اینجا هم که ویدیو بگیریم. بقیه جای خونه شلوغه نمیشه ویدیو گرفت. حتما خیس باشه. یادتون نره این کاری که من دارم میکنم رو نکنیم. البته با براش هم میتونین انجام بدین. من الان وسایلم اصلا تکمیل نیست اینجا. بعدش میرم سراغ کانسیلر که من بعد یه ذره وسایلم تمیز کنم. شما دقت نکنید. برای من شماره 03 از برند سو بیوتیه و این وای دوباره اینجوری شد. اینو باید انقدر من این صفر چیزش کردم یه دور باید ببندین باز کنین معمولا درست میشه. میام یه کوچولو کانسیلر زیر چشمم میزنم دقیقا همینجا و ترجیح همینه که یه ذره اینجا بزنم همیشه، با اینکه هیچ کرم پودری نزدم ولی دوست دارم این یه تیکم روشن‌تر از جای دیگه باشه. دوباره میام با بیوتی بلندر خیس اینا رو بلند میکنم سر جای خودشون. هر جا هم احساس کردین که زیادی کانسیلر زدین یکم با دستتون اینجوری از حجمش کم کنین. توی مرحله بعد از اینکه کانسیلر زدین اگر رژگونه‌تون یا کانتورتون مایع است حتما بزنید، بعد برید زیر چشمتون و اونا رو خشک کنید. ولی اگر مثل من الان کانتور خشک و رژگونه خشک میخواین استفاده کنین، اول زیر چشمتون رو خشک کنین که این مایع بوده، بعد برید سراغ اونا. که من الان در حال حاضر فقط یه دونه این پنکیک شونو دارم چون بقیه وسایلام خونه است که اینم داره تموم میشه. همینو برمیدارم اینجوری پرس میکنم زیر چشمم. ضربه‌ای میذارم برمیدارم که قشنگ فیکس بشه زیر چشمم. میرم سراغ رژگونه که رژگونه من شماره 01 که برند سو بیوتیه که خیلی دوستش دارم. خیلی دخترونه و خوشگله. اونقدر زیاد صورتی نیست. حالا رژگونه رو باید کجا بزنیم دقیقاً؟ این استخون گونه‌مون کجاست؟ دقیقاً این براش رژگونه رو میذاریم رو اون و اینجوری. اگر میخواید صورتتون کشیده بشه حتما این دستتون رو بالا نگه دارین، پایین نیارین. ولی اگه میخواین کم توپلی‌تر و گوگولی مگولی بشین اینو بیارین بخندین، اینو بیارین تا رو سیب گونه‌تون. من رو بینیمم میزنم. برای کانتور دوباره از برند سو بیوتی میزنم میتکونم و دقیقاً ببین خط گونه کجاست. نکن قشنگ جدا شده اینجا برای من. دقیقاً از گوش، از بالای گوش به سمت پایین
میبرم بالا میارم پایین، میبرم بالا میارم. همین باقی مونده که تو اینه دوباره نمیزنم داخلش. همینو به گوشه های بینیم هم میزنم. حالا این کانتور کردن اصولی نیست، ولی خب من دوست دارم بینیم هم یه گرمایی داشته باشه. خوبی اینجور میکاپ ها اینه که زود تموم میشه. کلا شاید تو 5 دقیقه 10 دقیقه تموم بشه. ببین یه کاری که من میکنم، شما میتونید با سایه انجام بدین، من از سایه ندارم. همون براشی که باهاش برداشتم چیز زدم، خط چشم زدم، الان اون خط چشمی داخلش خوش شده و دیگه خیس نیست. همونو برمیدارم یکم میکشم زیر چشمم، یه حالت سایه مشکی میشه که زیر چشمم یکم جون بگیره. دوربینم اصلا شارژ نداره و الان تموم میشه شارژش. مرحله بعدی برای من ریمل زدنه که سرتون رو بگیریم بالا، آینه رو بگیریم پایین و اینجوری پشت چشمتون دیگه کثیف نمیشه. ریمل بزنیم. حالا من هیچ آینه‌ای هم ندارم، من معمولا بعد از اینکه ریمل میزنم مداد چشم میزنم، ولی خب الان موجود ندارم، گفتم وسایلم کمه. شما میتونید این میکاپ رو کاملا برای خودتون تغییر بدین. یعنی میتونید روژ بزنید، میتونید ریمل ابرو بزنید، مثلا من نمیزنم. کلی چیزای مختلف، مداد چشمی که تو چشمتون میکشین رنگش متفاوت باشه، خط چشمتون فرق کنه. ولی کلا خواستم بگم که این میکاپ بدون کرم پودره. اینم لیپ گلاس فلورما مزه پرتقال میده. و همین دیگه. مرسی که ویدیو من نگاه کردین، مرسی که منو سابسکرایب میکنید. بریم برای ویدیو بعدی. راستی ببخشید من انقدر پف داشتم، من شبا نمیخوابم روزا بیدارم، بخاطر من الان ساعت 4 بعد از ظهر، من تازه ساعت 3 و نیم بیدار شدم. بچه‌ها تو در جریانم. بای بای.